رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی، هموطنان ارجمند، امروز 16 ماه نوامبر، روزی که آغاز کار اگریگاتی یکم ناب NBO راغون به کار می درآید و البته این یک میتوانیم را یک تحول جدید در کشور تاجیکستان نامید. در کشور عزیز ما که سالهای طولانی مردم کشور از نابودی برق، رنج و اذیت و آزار میکشیدند، گویا که تاجیکستان یکی از دولت‌هایی است که در قرون وسطا قرار داشته باشد و به مانند مردمانی که سالهای 30 و 40 در انتظار و آرزوی برق بودند، مردم کشور ما در سال 2018 منتظر برق و لیمیت برقی که کشور را در فصل سرمای زمستان، در فصل خیلی سرمایه که مردم کشور به مشقت روبرو و آنها را اذیت میداد. و مهمترین رویداد این رویداده که امروز البته آغاز کارکرد این NBO راغون را، اگریگات اولش را، البته یک کاری خوبه و یک اقدامی که در 27 سال یعنی حکومترانی این مرد امام علی عبدالرحمن در کشور میتوان قلمداد کرد، اگرچند که این هم نه با تشبث خاصی این شخص، بلکه باز هم از مبلغ‌های همین ملت و از پول‌هایی که از همین ملت گذاشته شدند و با یعنی که مبلغ‌های همین ملت با قرض‌هایی که از یعنی که بانک‌های دیگر گرفته است البته آغاز کرده شد. و مهمترین حالت را می توانیم البته این رویداد مهم را یکی از رویدادهای خوب در کشور قلمداد کنیم، ولی آن چیزی که مرا یعنی که همیشه با تملق کاری، همیشه خود نمایش دهی، همیشه باید که یعنی خود را در نزد ملت یک نمود نشان بدهد که یعنی که من کی هستم. چرا محض یعنی که افتتاح همین اگریگات اولی راغون را در روز 16 ماه نوامبر گذاشتند. 16 ماه نوامبر اگر به تاریخ همین کشوری یعنی که صاحب استقلال ما که استقلالیت خود را سال 1991 گرفته است اگر اهمیت بدیم، یک چیزی یعنی که عجیب را در این مرحله میبینیم که 16 نوامبر چه اتفاق رخ داده بود. بله، 6 نوامبر یعنی که سال 1994 انتخاباتی در کشور گذشت که در آن امام علی با عبدالملک عبداللهجانوف رقابت کردند و در آن انتخابات امام علی یعنی باخته بود، یعنی اصلا آواز نگرفته بود و آغازی مرحله که یعنی از ریاست شورای عالی یعنی که تغییرات الهه ها به سرقانون وارد کردند و همون سال امام علی چیکار کرد؟ یعنی گویا که با انتخاب با انتصاب یعنی که با قدرت، با زوری، با سلاح سری یعنی که وظیفه نشست و 16 نوامبر در نزد مردم تاجیکستان قسم خورد که یعنی بیشتر شما را میکشم، یعنی هر کسی که یعنی که بر علیه من بخواهد که سخن بگوید بدون یگان توقف، بدون یگان یعنی که عمل اون کشته می شود. و واقعا هم با اون قسم خوردش وفا کرد و خیلی ملت کشت، پراکنده کرد، به درغه کرد، زندانی کرد، با تهمت های واهی وارد زندان نمود. و البته امروز هم پس از گذشت اون سالها خواستند که همون روزی قسم یاد کردن امام علی در نزد ملت 16 نوامبر سال 1994 و سال 2016 وقتی که تغییرات الهه ها به سر قانون جمهوری تاجیکستان یعنی که وارد کردند و محض همین روزی پرزیدنت اعلام کردند. برای چی؟ برای اینکه یعنی که جشن بگیرند مردم پیروزی امام علی بر یعنی که در انتخابات، در حالتی که امروز روزی است که امام علی با دروغ قسم خورده بود و قسم هایی که سال
2004 2006 2009 2010 2013 2015 در نزد مردم که برای شما برق میارم همش دروغ بود، یعنی که به یگان عهدش وفا نکرده است. خوب مهم که یعنی که این سنه که گذاشتند برای اینکه در تاریخ ملت ثبت گردد که گویا یعنی که راغون را امام علی افتتاح کرد و در عصر ریاست جمهوری این یعنی که اگریگات اولش آغاز بکار کرد. اگر چنده که ما این تحول را یک تحول خوب میدونیم، ولی برای اینکه ما کشور ما تاجیکستان ما پس از این مدت طولانی نو گویا که ما برق را میبینیم، یعنی ما نو در عصر جدیدی ارای زندگی نو وارد میشویم. خوب، ما حالا بسیاری ها سبب یعنی که برای چی یعنی که این ویدیو را ثبت نمودم برای این بود که مردم از ما زیاد طلب کردن که برای چی چیزی نگفتید. ما اولا میخواستم که چیزی در این مورد نگویم، ولی هرچی که استودم باز هم گفتم باید چیزی در این مورد گفته شود. و ما یعنی که من خودم برای اینکه ما منتظر باشیم که چی خبر یا که چی کاری که در آینده می شود تا 16 دکبر منتظر می باشیم تا اینکه امام علی و حکومت او و برق تاجیکی که یعنی که زیر اداره حکومت او است برای مردم آیا لیمیت برق را از بین میبرد یا اینکه این هم یک وعده در چشم مردم خاک پاشیدن است و میخواهند که در چشم مردم باز هم خاک پاشند. راغون کشاده شد ولی برق تاجیک از یعنی که 15 میلیارد سومانی قرضدار است. البته این مبلغ کمی نیست، این مبلغ البته از نگاه از طرف مردم کمبودی نشده است و این قرض از خود برق تاجیک است که یعنی مردم با برق تاجیک با کارمندان برق تاجیک داده اند ولی کارمندان با کسان اسپاریدند. کارمندان که معین بود کی بودند. خوب دیگر همین دو در عروس های امام علی بود که یعنی مهم یعنی این مبلغ را خودشون دزدیدن و فعلا میخواهند که اون کسری بودجه که اونها دارند از مردم باز دوباره اونا برچینن و بگیرن و از 1 نوامبر قیمت برق و 19.5 گرم برابر شد که برای مردم کمبغل تاجیک خیلی یک یعنی که مشکلاتی زیادی را به بار می آورد که مردم کمبغل را باز هم قشاقتر می گرداند. و البته برای جرمی که ولا یزر وزرة وزر اخرى به گناه کسی دیگر یعنی که در دوش کسی نیست، یعنی که عائله تو گناه کنه ولی این گناه اونها را باید 9 میلیون ملت تاجیک جبران کنه. خیش و تباری تو دزدی کنن و ملت پول برق تاجیک 15 میلیارد باید یعنی به حسابی برق تاجیک بریزند تا اینکه یعنی که اون کسری بودجه اونها را یعنی که برابر کنند، در حالتی که این گناه ملت نیست. و اگر به هر نفری که در تاجیکستان بپرسی پول برق را داده حتما میگوید که بله دادم، ولی اون پول از یعنی که با نرفتنش به بودجه یا که نرفتنش به حساب برق تاجیک این مشکلات عائلوی امام علی است. و انشاءالله تا 16 دکبر ما یک ماه مهلت میدیم تا اینکه ببینیم 16 دکبر چی یعنی که حالت تا 16 دکبر می شود و این چنین یک مهلت دیگر هم تا 16 ینور میگذاریم و در این دو 16 انشاءالله نتایج را برای ملت تاجیک باز هم عرضه و تقدیم میکنیم تا اینکه برای مردم بفهمانیم که این داد و فغانی که در کشور برای انداختند هدفشان چی بوده است و اینها فقط میخواهند خالهای سیاسی بگیرند و اینها فقط میخواهند برای مراسم ها و برای تاریخ هایی که بر اون تاریخ ها به سر قدرت رسیدن مردم همیشه گویا یعنی که مینت کنند و همیشه مردم برای اینکه بفهمونند که ما یعنی که همین آدمی هستیم که روز 16 نوامبر سر قدرت و نزد ملت قسم خوردن. خوب انشاءالله امید داریم که لیمیت برق برداشته می شود و اون تمنا و آرزوی ما هم همین است که ملت تاجیک و مبارزه ما هم همین است که ملت تاجیک در بهبودی و رفاه زندگی نماید و نه اینکه در نزد یعنی که
جامعه جهانی یکی از کشورهای فقیرترین و یکی از کشورهایی که در یعنی که کشورهای پس از شوروی هم در جایهای خیلی پست قرار دارد و در دنیا چهارم کشوری پست دنیا و خشاکترین دنیا یعنی که نباشد. به همون خاطر آرزوی ما گل شکوفان گشتن تاجیکستان است، ولی نه اینکه مردم تاجیک با یک مسئله فریب کنند. انشاءالله ما همیشه در صدد یعنی عزت و شکوه و شهامت ملت هستیم و تا آخرین مرحله بالای به قله های امید رسیدن این ملت مبارزه های خودمان ادامه میدهیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.